شما نیازی به بوتاکس ندارید. تمام چیزی که نیاز دارید پوست موز است. در داخل پوست موز لوتئین وجود دارد که برای روشن کردن پوست، خطوط ریز و چین و چروک و همچنین محو کردن هایپرپیگمنتاسیون فوق‌العاده است. شما می‌خواهید این پوست موز را روی پوست خود بمالید. روشن کننده، آبرسان و تسکین دهنده است. فقط آن را به عنوان بوتاکس پیشگیرانه در نظر بگیرید و آن را روی خطوط ریز و چین و چروک و هر جایی که هایپرپیگمنتاسیون دارید متمرکز کنید. تا جایی که می توانید این کار را در طول هفته انجام دهید و متوجه تفاوت بزرگی در روشن شدن، آبرسانی و بافت پوست خود خواهید شد. هنگامی که مالیدن پوست موز به صورتتان تمام شد، فقط به مدت 10 دقیقه روی پوست خود بگذارید. سپس با آب گرم آن را بشویید. این کار را به طور مداوم انجام دهید و من به شما قول می دهم که نیازی به بوتاکس نخواهید داشت.